شما هیچ امکانیتی نداشتین من شما صاحب امکانیت کنم. شما هیچ مبلغی نداشتین من شما صاحب مبلغ کردم. و انفقوا مما رزقناکم. مادامی که دستان من پر کردم، مادامی که امکانیت‌های خوبتان دادم، الله میگه سپارش میتونم دنبال همیده که از همین مال حق جدا کن. از همین مال دادگی من حق جدا کن. من دنتی مستحقا دادی. کسانی که در همون ملکی تو زندگی میکنن، کسانی که در شهر تو زندگی میکنن، کسانی که نزدیکای تو، الله مهربان که هست، الله که غمخوار که هست، میگه بته میگه انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت. خدا میگه که پیش از آنه که بدون که مرگم در دنبالت هست. یعنی مادام مالدار شدی معنای ایرا ندارد که تو مال ابدی نگه دارد. مال ابدی نگه نمیدارد. زندگی پیش از آنه که مرگ میاد به سراغت، از مال دادگی من ترا دادم. تو نگو که این استعداد خودم بود، این علمی من بود، این فهمیش من بود. نه، الله میگه که هر چیزی که من به دست شما میام من او را میتونم. تؤتی الملک من تشاء. خدا میگه ملک من میتونم. تعز من تشاء. یک کس دیدین که عزت داره برای که من عزتش دادم. تذل من تشاء. اگر یک کس دیدین که تماما خار و بی‌قدره بدون من کردمش. و تنزع ملک ممن تشاء. خدا را ببین، از کسی که دیدین پولدار بود پولش یکی نابود شد بفهم که من نابود کنم پولش. الله میگه همه را من میکنم. همه این در دست منه. برای همین خدای مهربان میگه این مالداری تا غنیمت به شما رو از مالت مقصد انفاق که، صدقه که، احسان که، زکات بده. دست یک نفر بیچاره رو بگیر. من قبل ان یأتی احدکم الموت. پیش از آنی که تو در حالت محتضر قرار میگیری. همین مالداری رو یگان دکتری دنیا را زورش نمیرسه که در حالتی که من ساعت مرگ بیارو تو خلاص کنم. نیست، هیچ کس نمیتونه. دست هیچ کس گرفته نمیتونه. پس برادرای عزیز، پیش از آنی که مقصد همون گلوگیرت میشود، چیکار که از مالی که من بر تو دادم حق جدا کن. حق جدا کن. زیرا که برادران عزیز و گرامی، الله ربی میگه وقتی در حالت محتضر قرارت میتم، حالتی ده که پناه به خدا داری توکل میره. تو دیگه تمام ای دنیا یگان چیزی از تو دیگه نمیمانه، میره. حاضر حالت رفتن تای. میگه تو در همون حالت میدونی که چی میگوی مرا. وقتی نکردی، وقتی گفتم بکن نکردی، الله میگه بگو ما تا همون حالت که تو چی میگوی. ولی ما این حالت برادر عزیز از سخن خدا فهمیدیم که الله میگه تو مده مراجعت داری هم حالت ده. تو از ما هم جای خواهش داری. لیکن خواهش اجرا نمیشه. برای من میگم که بکن که خواهش اجرا نمیکنه. خواهشش چیه؟ قال ربی، بعد میگفت است که پروردگارم لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق و اکون من الصالحین. خدایا حقیقتا همین 60-70 سال دادی بود،
شنیدم در معرکه شدگی بودیم اما حاجی میرزا یک گویت تعلیل که بود همی گپ بسیار با ما نسبت داشت من شنیدم من آگاهی داشتم لیکن نکردم اکه حاضر خدای مراجعت ما بفهمیه یک مهلت اندکم تی اجل قریب وقتی کم تی شاید یک روزم بتی بگذارین شاید یک ماه هم بتی 3 روز 1 روز بتی برای چی؟ فصدقه و کمین صالحین تا از این مالهایی که دارم و گفتی که بتی بتم و کمین صالحین و عملهای صالح کنمون بعد مقصد این دنیا را پدرود بکن اینمی دو آرمان قدیم مقصد همراه مای یکی نکردم میخواهم بکنم دومش که پایبند عمل صالح نشیدم میخوام که با عمل صالح دنیا را پدرود بکن لیکن الله چی جواب میگه برادر این قرآن گفته سه ایره خدا برای ما گوش داد که سه گفته حضرت مولوی گوش باید که بشنود این را بکند فکر جان شیرین را چشم باید که عبرتش بیند بر سر جاده عمل شیند عقل باید کار فرماید مرده را بیند و به خود آید برای گوش در کار برادرای عزیز من از گردنم الحمدلله را ساقط میکنم که من در اینجا 6 تا 4 آدم یافتم من از گردن خودم ساقط میکنم میخیزم میرم لیکن هر کسی که این را میشنوه و آگاهی پیدا میکنه و نمیکنه برادرها این حسرت های نمیده تا حسرت همراه خودش میبره الله میگه ولا یؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبیر بما تعملون الله میگه ولا یؤخر الله الا برادرای عزیز همچون تاکیده هرگیز الله میگه هرگیز یک روز نه 1 ساعت نمیتون 1 ساعت نه 1 دقیقه نمیتون اذا جاء اجلها این وقت که بوچید دیگر این پشیمانی ها و این آرمان ها تا زنده بدن در من گفته بودم والله خبیر بما تعملون تو چی میگوی الله مهربان از همین حالتی تو به آگاه بود من آگاهی داشتم که تو این از من میپرسی لیکن جواب منم بر تو همین بود خدا رحمت کن شیخ سعدی را میگو با دنیا توانی عقبا خری میگه بچه شیخ سعدی شما بینین مشکل آدمای بزرگی دارید سخن شیخ سعدی در پشت سازمان ملل متحده بنی آدم اعضای یکدیگر میگه با دنیا توانی عقبا خری تو میتونی ای مسلمان همین جای دنیا ایستاده آخرت بخری میتونی چیکار که همین جا میستید گاسینسای دوبای امریکا را زکات میکنی همین جا میتونی که همون طرف بخری با دنیا توانی عقبا خری بخر جان عزیز ورنه حسرت خونی بخر بچم که حسرتی میبری و همین این آیت برادر عزیز خواندگی یک قاری که بود من خواستم یک محلی کمتر با از این تعامه های ما مهمتر برادر عزیز این شنیدنی ها های الله میگه که سخن من بالاتر از شکم ها تونه بالاتر از مال ها تونه مقصد این تمام یک چیزی که تو همین پیشینه خالی میشوه میگوی هیچ خوردگی نیست این نفسم هیچ منت دارم نمیشه که آخه همین سری گوشبریان دادیم ماهیش دادیم همه چیز دادیم همه یادت میره می از درک گشنمون ولی سخن ولی مثال کلمه ای که میشنویم این برای ما و شما دائمی میمونه اگر به شرطی که گفتی حضرت مولوی که عقل ها را کار بفرماییم حاصل دنیا همینه برادر عزیز
ما دیدیم حاصل دنیا را. برای همین بسیار مهمه برادر عزیز، بسیار مهمه که ما علاقه از اینجا ایستاده خلاصمون ببریم. چیکار کردن من در کار؟ اگه دنیا همون 4 فصل گفتی تاجیکا بود دیدیم، اگه اون طرفش چیکار کنیم؟ شیخ خواجه حافظ میگه که تو میدانی که جاویدان نمانی، تو میدانی که جاویدان نیستی، جاوید فقط الله است. تو میبری، تو میدانی، تو میدانی که جاویدان نمانی، روا دانی که نامی بد بماند. وقتی بدانی که جاویدان نمیمانم، با چی؟ ای چی فهمیشه؟ ای چی درکه؟ ای چی معرفته که نامی بد قطعی دنیا را پدرود میبینه؟ برای برادرای عزیز و گرامی بار دیگرم عقل همونا در کار دراریم. نعمت عقل خدا برای همین داده، نداده برای که میم یک دستمون درست کنیم آشای شوربای بخوریم تمام الله که بیده بود چی میشه؟ هر یک چیز برادر عزیز باید که آدم اندیشه کنه. رومی را خدا رحمت کنه میگو نعمتش را میخری هر روز و شب، کفری نیمی بیادب. در برابر خوردن اینها برادر را باز سپاسگزاری دارد، تاریخی بندگی دارد. خدا حفظتان کنه برادر عزیز. الله مهربان توفیق ممتو خداوند هدایت ممکنه که اون میشنویم پایبندش باشیم. راهی ای بابای حاجی هم راهی همه ما و شما، راهی همه ما. برای این خداوند را رحمت کنه و شما را توفیق و هدایت و احسان ها را خدای مهربان قبول گردانه و میل مونه، اخلاص مونه، با محبت ها مونه به دین خدا زیاد گردانه.